امروز یک بار دیگر برخی از مرموزترین موارد ضبط شده در دوربین را با هم بررسی میکنیم. جزیره چرخان مرموز در نزدیکی ساحل شمال شرقی آرژانتین در سرزمین باطلاقی پرانا دلتا یک جزیره مرموز قرار دارد که دائما در محور خود میچرخد. این جزیره اسرارآمیز با قطر حدودی 118 متر اولین بار در مارچ 2016 توسط یک فیلمساز آرژانتینی به نام سرجیو نیوسپیلر کشف شد. در واقع سرجیو به دنبال یک مکان مناسب برای ساخت فیلم وحشتناک در گوگل ارت بود، اما در حین جستجوی مکان او این جزیره گرد در حال چرخش را پیدا کرد. پس از دیدن این سرجیو شوتینگ فیلم را ترک و با تیم شروع به تحقیق این جزیره کرد و با مصرف اندکی از بودجه فیلم به آنجا رفتند تا یک مستند علمی بسازند، اما اطلاعات خاصی به دست نیاوردند. سرجیو این جزیره در حال چرخش را د آی نام گذاشت. د آی یک زمین گرد چرخان است که توسط کانال نازک آب صاف احاطه شده است. این زمین روی آب مثل چشم از اینجا به آنجا در حرکت است. بسیاری مردم گمان کردند که زیر این جزیره پایگاه آدم فضایی هاست، زیرا همه باور داشتند که چنین دایره کاملی طبیعی یا ساخت دست بشر نمیتواند باشد. اما یک محقق به نام دانیل روی فنکلی به او ایمیل کرده گفت که این طبیعی است. این نوع جزیره شناور در بسیاری از نقاط جهان یافت می شود. در واقع با گذشت زمان ریزش یا برش کنار زمین باعث می شود خاک رویشی و مواد عالی در آب جمع شوند. برخی ها وجود چاهای طبیعی بزرگ را دلیل این حرکت عجیب می دانند که جریان های آبی ایجاد می کنند که قادر به حرکت جزیره هستند، و برخی ها دلیل این چرخش را باد و موج آب می دانند که در اثر آن بار بار به ساحل برخورد کرده دایره کامل شکل می گیرد. اگر شما می خواهید چنین صحنه ای را از نزدیک تماشا کنید، می توانید از دریاچه چملیگل با جزیره متحرک بر روی آب در ایران دیدن کنید که در شمال شرقی شهرستان تگاب و 3 کیلومتری شرق روستای بدرلو قرار دارد. در جنوری 2021 چیزی در آسمان آریزونا ظاهر شد که تقریباً همه ساکنان شهر را حیرت زده کرد. همانطور که میبینید در اینجا ابرها شکل مربعی به خود گرفته بودند. دور ابرهای سفید طوری به نظر میرسید انگار کسی آنها را با دستانش بریده از هم جدا کرده باشد. باید بگیم که اخیراً در برخی نقاط دیگر نیز ابرهای مشابهی دیده شده است و به دلیل آن مردم شروع به گمانه‌زنی‌های مختلفی کردند. برخی میگویند این نتیجه تلاش دولت برای کنترل هواست و برخی میگویند موجودات فضایی نوعی آزمایش بر روی ما انسان‌ها انجام میدهند. در کلاس بیولوژی یا زیست شناسی حتما این را آموخته‌اید که قورباغه ها پس از بیرون آمدن از تخم شبیه ماهی دمدار به نظر می رسند. پس از آن به بچه قورباغه تبدیل می شوند و سپس به تدریج به قورباغه های کامل تبدیل می شوند. اما چگونه خواهد بود که یک قورباغه در مقابل چشمان شما تبدیل به یک مار کوچک شود؟ این زن دید که یک قورباغه در حال حرکت در کنار جاده ناگهان به یک بچه مار تبدیل شد. اما این چگونه ممکن است؟ این زن نیز با همین فکر ویدیو را در فیسبوک منتشر کرد و میلیون ها نفر را در حیرت انداخت. ادعا می شود در این ویدیوی بعدی صحنه غیر ممکنی از قدرت‌های بدن انسان ضبط شده است. این پسر کامیون پارک شده را طوری برداشته کنار مگذارد انگار قدرت‌های ماورایی در درونش جا گرفته است. برای انجام این کار وقت زیادی هم تلف نکرد و جا را برای عبور کامیون دیگر باز کرد.
به شما بگیم که وزن این نوع کامیون ها حدود 20 تا 30 تن است و تاکنون در تاریخ انسان ها توانستند تا وزن 3 تن را بلند کنند که رکورد آن توسط پال اندرسون در 1997 ساخته شده است. یعنی در اینجا این شخص 7 برابر بیشتر از پاول اندرسون وزن بلند میکند و این بدین معناست که یا در میان ما انسان ها یک ابر انسان فوق بشری مخفی شده است یا این فقط هنر CGI است. در مرحله بعد فردی را در حال پرواز در آسمان میبینیم، اما قبل از آن ویدیو را لایک کنید و اگر جدید هستید جهان میدیا را سابسکرایب کرده زنگوله را بزنید. در این ویدیوی بعدی هم انگار یک انسان با قدرت ابر انسانی دیده می شود، زیرا معلق شدن در هوا اصلا در توان یک فرد عادی نیست. نوع آیین در این منطقه قبیله‌ای در جریان است و توجه همگان به آن کودک معلق در هوا معطوف است. ابتدا به نظر می رسد که این پسر با لباس عجیب روی طناب دراز کشیده است، سپس در هوا می ایستد و بعد به صورت وارونه آویزان دیده می شود. این شاهکاری آنها بعد از ظهر در میدان باز ادامه داشت. با دیدنش به نظر می رسید که پسر از طناب آویزان است، اما در روزی روشن هیچ جا اثری از طناب دیده نمی شد. همچنین در این اطراف چنین سازه‌ای هم وجود نداشت که طناب از آن بسته شده باشد. در چنین حالت سؤال ایجاد می شود که چگونه این شاهکار انجام شده باشد. سال 2019 گنسویل فلوریدا. هنگام غروب هوا کاملا صاف بود. مردی به نام چت در حال رانندگی با ماشین خود در جاده نیوبری بود. در این مدت چنین چیزی در دوربین داشبورد ماشین ضبط شد. What the f was that? اگر ویدیو را آهسته ببینیم متوجه می شویم نوری در آسمان تاپیده پایین می افتد. بسیاری از مردم شهر نیز آن را دیدند. ویدیوی آن در رسانه‌های اجتماعی وایرال شد و همه شروع به صحبت در مورد این اتفاق کردند. حدس و گمان زنی شد که این ممکن است شهاب سنگ، ماهواره انسانی یا بشقاب پرنده باشد، اما تمام این استدلال‌ها توسط برنامه ریز مأموریت مریخ جوناتان هیل رد شد. به گفته هیل بشقاب پرنده با چنین سرعتی به سمت پایین پرواز نمی‌کند و رنگ آن نیز سوالات زیادی را ایجاد می‌کند. از رنگ سفید مایل به آبی این نور به نظر می رسد که این شی ممکن است از مگنیزیم ساخته شده باشد که ساخته دست بشر نیست. اگر فرض کنیم که این یک شهاب سنگ ساخته شده از مگنیزیم است، پس چرا آن روز در هیچ یک از مناطق نزدیک خبری از سقوط آن نشد؟ What the f was that? این مرد در منطقه بیابانی صداهایی را شنید که از داخل یک چاه خشک می آمد. سبحان الله. حول الله حول الله. از این صداها مشخص می شود که حیوانات زیادی داخل آن افتادند، اما در این مکان متروک و بیابانی آخر حیوان از کجا آمده است؟ ممکن است کسی این حیوانات را به داخل چاه انداخته است، یا به گفته برخی ها ممکن است این صداها از طریق سوراخ زمین از جای دیگری می آمد. در ضمن به نظر نمی رسد که این صداها از جای دیگری بیاید، زیرا ما وقت ویدیو را اندکی روشن کردیم دیده شد که چشمهای زیادی در داخل آن برق می زد.